سلام برای ما امروز قراره که با دوچرخه بریم کل پارک‌های شرک بهشتی رو بگردیم. برو که رفتیم برای بچه الان چی را افتادیم و داریم به پارک‌های شرک بهشتی داریم میریم. برای بچه به اولین پارکی که میخوایم تا شرک بهشتی بخوایم بریم اسمش پارک قدیر هستش و فعلا چی داریم به اونجا میریم تا پارک های بعدی شرک بهشتی. خیلی راه عالیه. رفقا شاید براتون جالب باشه که پارک قدیر همون توی مجتمع مسکونی قدیر هستش. برای بعد اینجا خیلی جای ترسناکه و خیلی هم اینجا خطرناکه. اینجا پارکینگ تو مجتمع مسکونی قدیر هستش. واقعا ببینید چقدر ترسناکه. برای بچه خاطر این پارک قدیر ما تا اینجا اومدیم. چی داشتا کدوم بر بریم؟ برای بچه اونجا رو چی رد کردیم؟ به اینجا میگن یه بخشی از پارکینگ مجتمع قدیر. ما الان هدفمون توی ویدیویی نیست که مثلا بگردیم شرک بهشتی. فعلا هدف اونه که پارک ها رو برای شما توی شرک بهشتی معرفی کنیم. تاهای عزیزا میبینی. آقا تا چی صحبتی نداری؟ دوباره قرار باید اونجا به اونجا میگم پارک قدیر. برای بچه الان پارک قدیر هستیم که الان دارین چی مشاهده میکنید. زیاد پارک جالبی نیست، بهتون پیشنهاد نمیکنم اینجا بیاین. خب به اینا میگم اینجا پارک مثلا پارک عجیبی داره. برای بچه ما الان بعد از پارک قدیر قرار که به پارک خانواده بریم. برای بچه اینجا اول راه پارک خانواده است که از پارک قدیر خیلی بهتره. چه راهی داره، راه و بعد برگشتنی حال میده. مثلا هوا همون توی همدان خیلی هوا گرمه. این یه نمایی از همون پارک خانواده و اون بالا ترش همونجا که پارک و سوزور هستش. برای باشد اینجا بگین اینجا چیه؟ اینجا مثلا باشگاه چه فوتباله. یا کنین که الان اینا از فوتبال مایم میرون. برای بچه اینجا هم پارک خانواده هستش. یا کنین چقدر چه فضای بازی داره. حالا بعدا میخوام بریم طرف تاپ سالسرای. الان اینجا رو که میبینید اینجا بازار از اینا داره و بعضی بچه ها میرن اینجا فوتبال بازی میکنن. و اینجا رو همین رو بریم مستقیم اینجا چی نمیتونم کجا میخوریم. حالا بریم توی پارک ها بهتون اومدم. اونجا که میبینید اونجا مثلا اونایی که
چی والیبال اینا بازی میکنن اونجا هستن. می‌بینی بهشون یه بریم داخل یه نگاهی به این فضا بندازیم. نگاه کنید اینجا باب تک چرخ زنه هستش. بیان اینجا تک چرخ زنه. حالا دوستان اینجا رو حالا اینجا رو ول کنیم بریم همون به اصلی ترین جای پارک خانواده. از اینجا خیلی از پارک قدیر بهتره. مثلا پارک قدیر پارک نبود. آره بچه اینجا که ببینید یه راه داره بره که چی رفتم به سمت پارک. این اینجاست. دارین الان مشاهده میکنید. برای بچه من الان کلن توی شرک بهشتی کلن 4 تا پارک وجود داره. تا الان ما با اینجا 2 تاش رفتیم. او یکیش که پارک قدیر بود. اینجا رو هم که پارک خانواده هستش. 2 تا دیگه پارک مونده. اینجا رو هم از پارک خانواده. ببینید اونجا ها رو چقدر جا هست برای نشستن. برای بچه بعد از اینجا میخوایم بریم به پارک دیگه ای. برای بچه ما الان چی داریم به سمت پارک ورزش حرکت میکنیم. واقعا خیلی نزدیکتر است. خیلی با هم نزدیکن. چی پارک خانواده و پارک ورزش. در اینجا رو هم بریم کلن یه دونه پارک دیگه مونده که ویدیوی مثل کاب به پایان برسه. فعلا توی پارک سومی اینجا میگم پارک ورزش. اگه دقت کنین اونجا تابلوی چی داره نوشته تو ورزش. خیلی گرمه اینجا. تو ورودیش از اون بره فکر کنم ورودی. خیلی گرمه. یعنی خیلی اینجا هم بسته که چاره دیگه نداریم. باید از اینجا چی بیایم بالا دیگه باید بیایم. آره بچه اینجا هم پارک ورزش. اینجا قشنگ بریم جلو بهتون نشون بدم پارک ورزش کجا میشه. آخش عجب هوایی. تا با چی سرسراش احتمالا اونجا باشه چون من زیاد اینجا رو نمی‌بینم. آره بعد اینجا آب میریختن. اینجا هم که میرن فوتبال، بسکتبال، شوال اینا همه تو بازی میکنن. بعدن چی برای اون ورش هم که داریم میبینیم اون ورش هم میشه فوتبال بازی کرد. اینم از تابو چی سرسرش. به نظر من پارک خانواده خیلی از اینجا بهتره. برای بچه برای بچه میخوایم بریم به یه آخرین پارک. برای بچه چی داریم به آخرین پارک شرک بهشتی چی داریم پیش بید. برای بچه من الان به آخرین پارک شرک بهشتی چی رسیدیم. نگاه کنید اینجا میشه رفت فوتبال بازی کرد.
و اونجا که میبینین چطور هستش. به نظر شما برای کدوم پارک از همه بهتر بود؟ توی برامون کامنت کنین که من از همه خانواده را دوست داشتم. و بعد ورزش، بعد پارک اینجا و پارک چقدیر. برای من الان کل پارک های شرق بهشتی و خاطر شما چی کشتیم چی اومدیم و برای شما معرفی کردیم. برای ویدیوی مثل به همین جا به پایان میرسه. برای لایک، سابسکرایب و زنگوله بغلم فعال کنید تا ویدیوی بعدی مثل بدرود.